سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 4 دکبر همراه شما. شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان در ملاقات با عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پارلمان افغانستان گفته است تاجیکستان منتظر آن روز است که مردم جفا کشیده افغانستان به صلح و همدیگر فهمی کامل برسند. دو طرف روز 4 دکبر در دوشنبه رابطه‌های بین پارلمانی تاجیکستان و افغانستان و گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های گوناگون را بررسی کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی اظهار سپاس کرده است که تاجیکستان در امر برقراری افغانستان کمک می‌کند و پیوسته از جامعه جهانی می‌خواهد برای تامین صلح و ثبات به افغانستان جنگ زده کمک کنند. در یک نشست در شهر دوشنبه نمایندگان نهادهای حکومتی با کارمندان سازمان‌های غیر حکومتی در تاجیکستان درباره طرح بحث برانگیز نوی قانون درباره اتحادیه جمعیتی صحبت کردند. با گفته نمایندگان اتحادیه‌های جمعیتی در تاجیکستان در صورت قبول این قانون فعالیت آنها مشکل می‌شود، زیرا بر اساس این سند وزارت عدلیه کمک‌های مالی را که سازمان‌های غیر حکومتی به دست می‌آورند تحت نظارت می‌گیرد. وزارت عدلیه موقع خود را با اون اساسا می‌کند که می‌خواهند که در حساب مبلغ‌هایی که از طریق گرانت‌های خارجی، کمک‌های خارجی به تشکیلات‌های جمعیتی رسانده می‌شود به همین حساب به حساب گرفته شود و در همین حساب یک نظام معین باشد بگذار باشد، ولی این قانون باید با معیارهای بین‌المللی مخالفت نکند. مقامات تاجیکستان میگویند زیر نظارت گرفتن کمک‌های مالی که از خارج میرسد ضرور است، زیرا ممکن است از این راه پول‌های غیر قانونی را به تاجیکستان وارد کنند و یا تروریسم سرمایه گذاری شود. دو ساکن پنجکنت میگوید برای مخالفتشان با ابله‌ی فرزندانشان در کمیساریات حربی همین شهر لتوکوب شدند. بیبی مریم همراه و ساکن دهه چهارباغ ناحیه گفت در کمیساریات حربی به مراجعت او که پسرش بیمار است اعتبار ندادند و برعکس او را لتوکوب کردند. پسر بیبی مریم شاه مردان را در جریان دعوت مجبوری و یا ابله و کارمندان کمیساریات حربی بازداشت کرده به خدمت بردند. اما صبور نورف نوبتدار کمیساریات حربی پنجکنت گفت که ادعای بیبی مریم همراه و بی اساس است. تهمت راست اون کسی نزد یعنی تهمت دیگه کار ندارم، خب فقط تهمت میکنم بچه نه فرسان خدمت باشه تهمت رو میکنم. کارهای داخلی از پروکراتور هست ممکن نوشتگی باشه اون پروکراتور خلاص حل میکنن. عبدالجبار رستموف ساکن 55 ساله دهه سوجینه پنجکن نیز میگوید او را برای مخالفت با دعوت غیر قانونی پسرش به صف ارتش کارمندان کمیساریات حربی لتوکوب کردند. از بس که در تاجیکستان بسیاری از جوانان از خدمت در صف ارتش حذر میکنند، مقامات آنها را مجبور از کوچه و خیابان گرفته به خدمت میبرند. گلناره امیرشاه و خبرنگار تاجیک میگوید بعضی از مردان تاجیک زیر نقاب قانونهای شریعت حقوق زن را پامال میکنند و نسبت به آنها تمسخر میکنند. گلناره امیرشاه و سردبیر هفته‌نامه روسی زبان ویچارکا در محفل جهانی اندیشه گفت که اگرچه اسلام مقام بلندی را برای زن تعیین کرده است، ولی این چیز در عمل دیده نمی شود. امیرشاه و همسایه 50 سالش را مثال آورد که با گفته گلناره هر جایی که می رفت همسری 18 ساله و کودک خردش را در خانه تا 4 روز محکم می کرد. شرکت داران دیگری محفل نیز در این باره اظهار نظر کردند. و تاجیک اصلی 21 جامعه تغییر یافته است، زمان دیگرش است، لیکن مردی تاجیک اصل 21 در دایره تفکری اصل عرب اندیشه می‌رود. در محفل جهانی اندیشه دانشمندان و زیایان تاجیک درباره مسائل داغ‌روز و مسائل اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی جامعه صحبت می‌کنند و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.